دولت قرقیزستان سازشنامه همکاری با آمریکا از سال 1993 را رسما قطع کرد و بعد چند روز از آن که حکومت ایالات متحده به یک حامی حقوق زندانی در قرقیزستان جایزه داد. دفتر ریاست جمهوری قرقیزستان روز 21 ایول گفت تیمیر سریف نخست وزیر کشور سند به اعتبار کردن سازشنامه همکاری و کمک به قرقیزستان را امضا کرده است. سند مذکور بعد آن امضا شد که حکومت آمریکا به عظیمجان اسکروف، یک خبرنگار ازبک تبار و حامی حقوق، جایزه داد و خشم حکومت قرقیزستان را برانگیخت. صحبت برنامه امروزه با ونیرا جمعتایوا، مدیر بخش قرقیزی رادیو آزادی، در همین باره است. ونیرا، به برنامه ما خوش آمدید. قرار حکومت قرقیزستان درباره لغو سازشنامه همکاری با آمریکا بیانگر چی هست؟ اول میخواهم بگویم که این سازشنامه همکاری میان قرقیزستان و آمریکا سند اساسی همکاری و مناسبت دوستانه بین دو کشور نیست. این یک سند ایلاوگی درباره مساعدت به بهتر شدن همکاری ها است. سند همکاری امضا شده در سال 1993 به همه شهروندان آمریکا که برای اجرای هر گونه برنامه چه دولتی و چه غیر دولتی به قرقیزستان می آیند مقام خاص می دهد. مثلا کارمندان فنی سازمان ها و یا نظامیان حق داشتند هنگام آوردن هر گونه مال، باج و یا از درآمدهایشان مالیات نسپارند. تا کنون مقامات آمریکا و یا سفارت این کشور در بیشکک به این تصمیم حکومت قرقیزستان واکنش نشان دادند و یا چیزی گفتند؟ تا کنون وزارت امور خارجه آمریکا بسیار احتیاطکارانه واکنش نشان داده است. در بیانیه وزارت گفته می شود که آنها تاثیرات لغو سند به همکاری‌های آینده دو کشور را تحقیق می کنند. این سند پیشتر از همه به کار سازمان‌های حکومتی و غیر حکومتی آمریکا در قرقیزستان و مثل آژانسی رشد بین‌المللی آمریکا و یا یوساید تاثیر می‌گذارد. از طریق یوساید به قرقیزستان در مدت بیش از 20 سال گذشته کمک‌های زیاد و تقریبا 2 میلیارد دلار رسیده است. از این رو فعالان سیاسی و کاربران شبکه‌های اجتماعی عملکرد حکومت را تنقید کرده نوشتند که در کامپیوترهای کارمندان حکومت قرقیزستان این نوشتجات کمک مردم آمریکا به قرقیزستان از طریق یوساید وجود دارد. آنها شیخی کردند که اکنون باید کامپیوترها را به آمریکا برگردانیم و البته این یک مرحله نوی تنش در میان دو کشور است. И, конечно, это новый виток какого-то напряжения в отношениях двух стран. پس می توانیم بگوییم که در آینده همکاری های قرقیزستان و آمریکا سرتر می شود و طوری گفتید کمک های مالی و ضروری که حکومت قرقیزستان از واشنگتن می گرفت کاهش می یابد؟ کمک آمریکا به قرقیزستان بدون شک چند مراتبه کاهش می‌یابد چون که اجرای برنامه‌ها در عرصه‌های گوناگون کمتر می‌شوند. در این باره وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه‌اش هم هشدار داده است. اما به اندیشه من در عموم مناسبت‌های دو کشور بد نمی‌شود چون که سندهای بنیادی دیگر درباره همکاری‌های متقابلا سودمند بین دو طرف وجود دارد. ولی این زمان اوضاع سیاسی در قرقیزستان در آستانه انتخابات حساس است و حکومت به همه خبرها دردناک و با عصبانیت مناسبت می‌کند. و خبر جایزه دادن وزارت امور خارجه آمریکا به عظیمجان اسکروف، حامی حقوق ازبک تبار انسان که به حبس ابد محکوم شده است، به حکومت بسیار سخت رسید. ونیرا، تنها قرار درباره تقدیم جایزه به عظیمجان اسکروف سبب چنین تصمیم گیری قرقیزستان شد یا اینجا نقشی روسیه هست یا سبب دیگری؟ Но многие эксперты выражают мнение, что все-таки вот в этом بسیاری از کارشناسان میگویند که در این مسئله بزرگ یعنی به اعتبار کردن سازشنامه همکاری با قرقیزستان و آمریکا نه تنها قضیه عظیمجان اسکروف نقش دارد و شاید در اینجا عامل‌های بیرونه و یا نیروهای سوم دست داشته باشد. مثلا اریکا مراد، کارشناس آسیای مرکزی از آمریکا، در صحبت با رادیو آزادی گفت که بیشکک این قرار را نه مستقلانه بلکه با خواست مسکو قبول کرده است. Не принял это решение самостоятельно, а по велению Москвы. تشکر. همکارم ونیرا جمعتایوا، مدیر بخش قرقیزی رادیو آزادی با ما صحبت میکرد.